بچه حالتون چطوره؟ خوبین؟ من چاچام اومدم اینجا تا بخش خال زنک بازی و سبزی پاکنی تاپ 10 و اینکه این اولی برنامه منه. لطفا خواهش میکنم منو حمایت کنید که من بتونم پرقدرت تر خال زنک بازی در بیارم و سبزی پاک کنم. بله. و اینکه امروز اولین برنامه‌مون راجع به حواشی این هفته عشق ابدیه. من بی‌طرفم، از الان گفته باشم، فقط حواشی اومدم و راجع بهش صحبت میکنم. بزن بریم تاپ 10 رو ببینیم دیگه. خب علی تو چند تا لایوی که پشت سر هم گذاشته بود، تو 2 روزش که پشت سر هم بود، یه روزش میاد پرستو صالحی و حسابی میگه چقدر باحال، دمت گرم، خیلی باحال حال کردیم، با روز بعدش میاد میترکوندش. این شما و این شماره 10 تاپ 10 ما. بزن بریم ببینیم چیا گفته. این قسمت آخر رو واقعا من از اکت پرستو صالحی خانم صالحی، یعنی میگم پرستو جون بگم بهتره دیگه، میدونی حالا کار ندارم، نمیخوام بگم خانم صالحی خودت فکر کنه از ما بزرگتر سنی، چون من خانم صالحی رو از نزدیک دیدم، خیلی از دخترای جزیره قشنگ‌تر ببخشید. خب بود دیگه آقا، آدم به چیزی که قشنگه نمیگه قشنگ، آدم به چیزی که زیباست نمیگه زیبا. آقا این خانم صالحی من نمیدونم چند سالشه، ولی از تمام دخترای جزیره شیک‌تر بود. هم پوستش، خب از نزدیک دیدیم دیگه، پوستش فوق‌العاده خوب، خفن. راجع به شعور و شخصیتش که نگم، بیرون برنامه وقتی که تایم که برنامه نداشتیم وقتی میرفتیم مثلا اون پشت، تو به هر حال میومد دستش درد نکنه حرف میزد بامون. ببین خدا وکیلی دارم میگم خیلی خفن صحبت میکنه و زندگی شخصیش، این شخصیتی که بیرون برنامه داره خیلی دلیه، خیلی دلی، یعنی بهش برید بگید تو لایو بذاره صحبت کنه، اون وقت میتونید بفهمید چقدر خفنه. من یعنی از نزدیک اینو حسش کردم، یه حس خفن به آدم میده. یعنی چجوری بگم، وقتی مثلا باهاش صحبت میکنی با پرستو صالحی یه حس قرص بودن به دست میده، مثلا میگی خب فیلینگ گود، چی میگن اونو به فارسی؟ بابا من خوبم، قدرت ها، احساس قدرتی بهت میده باهاش صحبت میکنی. خانم صالحی همیشه هم پر تمیز باحال صحبت میکنه. A few moments later. تو اون ویلا چه خبره؟ چجوری شاهین خیانت کرده براش دست میزنن؟ اینو برید از پرستو صالحی بپرسید. برید از پرستو صالحی بپرسید که چرا یکی خیانت میکنه رو میاد بر و پال میدی بهش؟ چرا کسی که خیانت کرده رو تو یه برنامه که 90 میلیون هزاران آدم دارن میبینن و میاد پر و بال میدی، بغض میکنی، بعد میگی پشیم؟ چه فازیه پرستو صالحی؟ همه دارن هیت میدن بهت. من خودم پریروز خوبه تو گفتم، من با تو دشمنی ندارم. چرا برمیگردی میگی علی قدت کوتاهه؟ تو مگه با قد من کار داری؟ مگه من شوهرتم؟ مگه من دوست پسرتم؟ به تو چه ارتباطی داره قد من چقدر نیست؟ تو پولتو گرفتی بیا موجیگری تو بکن. من دانیال و ایکس دیگه نیستم بعد حرفام بیام معذرت خواهی کنم. تمام من اینا نیستم بیام معذرت خواهی کنم، دارم انتقاد میکنم ازت. اونجا تو اتمسفر مسابقه بودیم، من مجبور بودم با سیاست باشم، با یه سری آدمی که تیم ساختن، یه سری آدمی که دنبال حاشیه‌ان. خب منم بلدم، بیا مارو متنفر بودم ازش، اومد حرف زد، مجبورم باش اینجوری حرف بزنم، مجبورم باشون خوب صحبت کنم، با سیاست باشون صحبت کنم. قسمت گذشته رو دیدید دیگه، به نگار گفتم به من اعتماد داری؟ پس اوکی. ولی من اینجا میخوام خیلی تند به پرستو صالحی بگم، مثلا به شما ارتباطی نداره بیای منی که دارم حرف میزنم بگی تو با این قدت من نصفم زیر زمینه. همونجا هم جوابتو دادم، 10 بار دیگه هم تو فیستم جوابتو میدم. پنازو دوستش داشتی؟ شاهینو دوستش داشتی که میای روی خیانت سرپوشونی میکنی؟ اوکی، مهندسه دختر با شعوری فهمیده است، قبول داریم، دوستش داریم، دمش گرم. به شما ارتباطی نداره بیای سرپوشی کنی. چرا میای سرپوشی میکنی روی خیانتی که کل مردم میخوان ببینن؟ داری توجیهشون میکنی؟ بابا شما 50 سالته، باید به اینا فکر کنی، باید به رفتارت فکر کنی. تو رو نمیدونم رو چه مبنایی، رو چه برداشتی آوردن مجریت کردن که بیای اینجوری صحبت کنی با ماها. تو کی هستی مگه بیای با منی که خودم از تو بیشتر فالوورام، فیمم از تو بیشتر، حداقلش نسوختم، الان روی بورسم بیا با من اینجوری صحبت کنی؟ تو کی هستی که بیای قد منو مسخره کنی؟ از تو که بلندتر بودم خانم صالحی. بیا کفشاتو در بیار، منم وایسم کنارت ببینیم کی بلندتره. چیه بهت برخورد من اومدم تو برنامه؟ شما که از اولش با من لج بودی، از اینجا به بعدش هم قرار لج باشی، ولی جوابت هم میگیری. از اینجاش هم باید جوابتو بگیری. این خبرا نیست خانم صالحی، نه عزیزم که بیای بخوای ما رو خراب کنی، بخوای بیای علی تو قدت چقدر، بیا برو کنار امیرحسین، بیا برو کنار این. بابا بی خیال، به خودت بیا. مجری یه برنامه فصل 2 شروع شده، سعی کن جوری برخورد کنی که برنامه تموم شد بعدیا اینجوری نگیرن رود. نگار 2 میادش یه لایو میذاره تو یوتیوب و راجع به تناز صحبت میکنه. قسمت‌های جالبش رو براتون جدا کردم، بزن بریم ببینیم چیا گفته و همینطور ریاکت تناز و نسبت به لایوی که نگار 2 گذاشته ببینیم چی بوده. بعد میگه من با مهندس مشکلی ندارم، هی یکی در میون هر چی که مینویسه میگم با مهندس مشکلی ندارم که خوشو سفید کنه. شما الان به این فکر افتادی که با مهندس مشکلی نداری، برنامه داره الان پخش میشه، ما داریم میبینیم مهندس که اومده، تو چه چیزایی داری پشت سرش میگی؟ نمیدونم، من نمیبینمش، اگه خوب بود که اکس نمیشد. چقدر من واقعا متاسفم، چقدر قصه میخورم که یه سریا پارتنر داشتن رو امتیاز و موفقیت میدونن، که اینکه من حاضرم فالوورم کم باشه
اوکی من شاید 1/10 فالوور داشته باشم مثلا، ولی من حاضرم قبول میکنم که فالوورم کم باشه، ولی حداقل شخصیتمو خراب نکنم یا کارهایی نکنم که فقط بخوام فالوور بگیرم یا حالا چه میدونم برای فالوور خودمو بیام اینجوری خراب کنم و زنگ جوری که الان یه سری از بچه‌ها رو می‌بینیم درگیرش شدن. نه من ترجیح میدم که فالوورم کم بشه. بعد اینکه یه سوالی که برای من پیش اومده اینه که شما چرا این حرفا رو تو تلگرام میگی اصلا؟ چرا تو اینستاگرام نمیگی؟ چرا جرأت اینو نداری که تو اینستاگرام بگی؟ چرا مردم میگیرن روتون؟ اینم جالبه. منی که تعهد داشتم و پای عشقم وایسادم میشم آبروبر. اونایی که شوهر داشتن و نامزد داشتن اومدن با احساسات یه پسر دیگه بازی کردن و همه رو بازی دادن دروغ گفتن میشن الگوی جوانان ایرانی. از کی تا حالا وقار و اصالت و عزت نفس شده بازی کردن با دل این اون؟ اصلا جنسیت رو من کاری ندارم، هر کی با هر کی بازی کنه انگار اون خوبه. بازی کردن با بقیه میشه وقار و اصالت و خوب بودن، بازی دادن بقیه خوبه. اینکه رک باشی، یه رو باشی، تعهد داشته باشی، برای یک نفر باشی، پای اشتباهت بمونی، دفاع کنی از عشقت، میشه آبروبر و خراب و اینا که اینا به من میگن. عالیه. گویا دوکی میادش یه دونه ویدیو از تیکه های برنامه میذاره روی استوریش و روی اون یه قسمتی از حرفای محبود سانسور میشه که همونجور که میدونی صدای قورباغه قرار داده میشه که بعدش مشخص میشه اونجا داره میگه کوکائین که جلوتر میبینید. بعدش محبود میاد ریاکت میده به دکتر و بازم میبینید چیا میگه. دکتر عصبانی میشه و اونم باز میاد ریاکت میده به محبود، بازم میبینید چی میگه. و در آخر دوباره محبود ترانه توی لایوشون یه تیکه‌ای به دوکی میپردازن. بزن بریم ببینیم چه خبر بوده ها. این شما و این شماره 8 تاپ 10 امروز ما. پچ‌پچایی هست، یه کارهایی هست، یه تیکه هایی هست که هی میندازن از زمانی که تایمی که میریم بالا مصرف رو کنیم. میکاپ، تخت خواب، بیدار شدن سر صبح، هی یه جای دیگه خیلی بولد شده. اون دکتر تقلبی زاویه قال خب اومده گفته که اینا معتادن. اولش که معتاد که خودتی پشمک. خب شب اولی که من اومدم دقیقاً میشد اولین فینال. نشون که فرشاد رفت و من خوابیدم جلوی فرشاد. ما آخر هر فینالی به خرج خودمون میتونستیم 2 تا آبجو بگیریم بخوریم. که وقتی داشتیم آبجو رو می‌خوردیم پژمان خان ما رو صدامون کرد. من یه نفر دیگه اسمش نمیخوام بیارم و به ما یه چیزی تعارف کرد که کلا تو کل ترکیه قدغنه. چه برسه که به اونجا. ببین به خدا که با کی کار دارید؟ چی کار میخواید بکنید؟ دنبال چی میگردید؟ من اگر یه روز دیگه قرار باشه 10 دقیقه به من $1,000,000 بدن که شما رو ببینم، $1,000,000 میذارم روش که نبینمتون. یعنی جایی باشید که 10 کیلومتر با من فاصله داشته باشید، 20 کیلومتر راه اونورتر دور میکنم. پلشت و اسکل. آخه من اونجا هم تو رو آدم حسابت نمیکردم، بعد من میام به تو چیزی تعارف کنم. شب میخوابیم یکی میاد یه دونه تروبچه رو میاره میگه این زن قبلیش بوده. پا میشیم یکی میگه با ما تعارف کرده. بابا اسکل تو باید وقت میگرفتی منو ببینی. هنوزم بهتون نمیپردازم چون ارزششو ندارید. فقط یه موقع شگفت زده میشم از این همه حقارت و بدبختیتون. بابا به زندگیت برس پلشت. تو به ما نمیخوری هر کاریش بکنی. الان ویدیوی پژمان و چه میدونم اینا رو نگاه میکنی انرژی بعدو از 10 کیلومتر اونورتر میگیری. البته 10 کیلومتر که پژمان که توی یه کوچولوی شهر کوچولویی واسه خودت زندگی میکنی، لاتیش هم پر میکنی، $1,000,000 میدم تو رو نبینم. آخه پلش اصلا ما جایی که میریم تو رو دعوت نمیکنن. بعد تو ساعتت فیکه، فکت فیکه، همه جات فیکه، ولشون نمیخواد بگی راجعش. فقط میخوام بهت بگم تو که کلا فیک علی زاویه. خب بعد میای راجع من نظر میدی، پس بعد وایسی تا راجبت نظر بدم. آقا زاویه با ما نرو تو زاویه وگرنه میگیرم. نه اون اصلا ولش شما هر کاری برینی هم دیگه فایده نداره. من گرفتم آقا انقدر اصلا انقدر چندشه که اصلا به هیچ چی رحم نمیکنه. بابا اصلا یارو انقدر هیزه زوم کرده روی عشق ابدی، اون سکانسی که من یه جایی دیده شده که اصلا هیچ کی ندیده، حتی خودت که انقدر رو من حساسی نریدی اون دیده. فکر کن چقدر یارو میتونه هیز باشه، حرومزاده است عزیزم. خب بریم سراغ جنگ و جدالی که بین نگار و تناس وجود داره. تناس چند روز پیش میره پیجی که نگار
زده بوده پیج دومشو رپورت میکنه، یعنی به همه اعضا و فالووراش میگه، توی یه گروه تلگرامی میزنه به اسم خودمونی، میاد به همه فالووراش میگه آقا برید اینو ریپورت کنید و بلاکش کنید و ریپورت کنید تا پیجش بپره و موفق میشه و خیلی خوشحال و شنگول یه دونه پیامم میذاره توی گروهش که من پیج نگار رو ترکوندم، از این به بعد هم هر کسی که تبلیغات بده به نگار من میرم این اینستاگرامش رو میذارم توی گروه خودمونیه و میگم که بلاک و ریپورتش کنن و برن کامنت های منفی بذارن زیر پستشو، خلاصه بهش اتک بزنن و حمله کنن. نگار هم میاد ریاکت نشون میده و ریاکتشو جلوتر میبینید. اما دلیلی که تناز میاره برای این کارش میگه که از 2 ماه پیش نگار یه گروهی رو تو تلگرام ایجاد میکنه و حالا یه سری فالوور که طرفداراش هم بودن و اینا اضافه میشن، فنای در واقع نگار وارد میشن و بعد نگار دوستش رو ادمین میکنه. دوستش که شخصی به اسم ساره که خیلی هم تو فضای مجازی معروف شده و اسمش هستش. حالا نگار میره کنار و میگه من با این گروه کاری ندارم. ادمینش یعنی ساره میاد و به دست میگیره همه چیزو، که در واقع یعنی مثلا گروه رو دست میگیره و مثلا توش مطلب میذاره، کاراشو انجام میده و اینا و شروع میکنه رپورت کردن پیج تبلیغاتی سودا و تناز و کسایی که مقابل در واقع نگار بودن و پیج تناز مثل اینکه 3-4 بار میزنن و اینکه همینطور کسایی که بهشون تبلیغ میدادن اونا رو هم میرن میزنن، حالا چه سودا چه تناز، کلا افراد مخالف نگار رو طبق چیزی که تناز گفته. من امروز رفتم توی پیج دومم که نگاه کنم ببینم چجوری اوضاع، مردم چه پیامی دادن، بخوام جواب بدم، چون خواستم اینجا صمیمی‌تر باشم و باتون صحبت کنم، چون اونور خیلی دایرکت زیاده. دیدم بالا نمیاد پیجم، بعد دیدم اسکرین شات از کانال یک نفر دیگه اومده که برای من فرستادن که پیج دومش رو زدم توی 24 ساعت. خب این کار واقعا بی‌وجدانی کامله، چون من از روز اول هیچ کاری به هیچ کدومتون نداشتم. یعنی هر اتفاقی واسهتون افتاد گفتین تقصیر من بوده، در حالی که من هیچ کاری به هیچ کدومتون نداشتم. کسایی که دور و بر منن میبینن من چجوری بدون حاشیه دارم زندگیمو میکنم، دونه دونه شون رو میتونم بیارم توی تصویر که شهادت بدم. تا الان هیچی نخواستم، همش منتظر این بودم که حذف شم برنامه، ولی فکر میکردم اگه حذف شم همه چی تموم میشه، اما دیدم نه، تازه وقتی حذف شدم تازه اینا دارن بدتر میکنن. از اینجا اعلام میکنم هر کسی هر کاری دوست داره با پیج این خانم بکنه، مختار از طرف من. این دفعه از طرف من تا الان به ساره هم نگفتم کاری بکنه، خودش میتونه بیاد جواب بده این حرف منو ببینم صحت داره یا نه. اما امروز خودم به ساره پیام دادم، ساره پشتتم، هر کاری که در توانت انجام بده و از اینجا به شما هم میگم هر کاری که در توانتون نمیتونین جبران کنید چون واقعا من دیگه نمیتونم، دیگه واقعا صبرم لبریز شده. روز زنگ زده به مسعود که آره این اتفاق افتاده، من نمیدونم انقدر بدهی بالا آوردم، انقدر چیز، من نشستم ناراحت شدم برای این خانم. به مسعودم گفتم مسعود من واقعا ناراحت شدم بابت این قضیه، گناه داره هر چی باشه، یه دختر 23 ساله است تو کشور غریبه. گفتم من صحبت میکنم که آقا شما راجع به من صحبت نکنید، من این طرفم آروم کنم، من چه کاری میتونه دستم بر بیاد بیشتر از این؟ من میتونم یه استوری بذارم بگم آقا از طرف من هیچکی نره ریپورت کنه پیج اونا رو، اگه به خاطر من دارید میکنید نکنید. باهاش صحبت کردم، صبح بیدار شدم نگاه میکنم خوشحال از اینکه پیج دوم منو زده. بزن پس از این به بعد بچرخ تا بچرخیم اگه قراره اینجوری اتفاق بیفته. انگار من هر چی سکوت میکنم شما بیشتر دارین سواری میکشین. بسه بابا یکم به خودتون بیاد. 3 ماه هنوز کیملیکت خشک نشده، مهر کیملیکت. خب همونجور که دیدید من صحبت کردم، گفتم 2 تا راه دارید. 2 ماه دهن منو سرویس کردین، هر چی تبلیغ گذاشتم ریپورت کردین، هر کاری کردم ریپورت کردین، فوش دادید، ریپورتی زدید رو پیجم. 2 ماه پیجم من ریپورتی داره برداشته نمیشه. الان این کارو کردین، اوکی. کاری که 2 ماه باهام کردین سکوت کردم، هیچ کاری نکردم و یه شب کردم اینقدر داری هرس می‌خوری. ادامه میدم. اگه دوست داری ادامه بده، چون گفتم یا صلح کنیم، یا اگه می‌خوای ادامه بدی ادامه بدم. چون دیدی اگه صلح می‌کنی اینجوریه که دیگه نمیتونی ادامه بدی، حتی زیرکی گفتی ندی. خب دیگه پس بذار ادامه بدم. من کاری به حذف شدن تو نبودنت ندارم. از روزی که اونجا حذف شدی با روی خودت خدافظی کردم، هیچ مشکلی هم نداشتم.
از ویلا پامو گذاشتم بیرون دیدم بلاک کردی، باز هیچ مشکلی باد نداشتم. هیتا اومد سمتت، باز به سمتت درست نکردم، هیت بریدم سرت، سکوت کردم. تو تولد امیرحسین با اینکه تو هر شب کال میذاشتی که مردم بر علیه من پر کنی، اونجا اومدی عذرخواهی کردی با زهرا نوچه توی برنامه‌ات. اومدی اونجا عذرخواهی کردی، گفتم باشه نگار، یا رفیق باشیم بهتره، ما با هم باشیم قدرتمون بیشتره. صبحش بیدار شدم گفتی بخشنده، در حالی که من کاری نکرده بودم، تو کرده بودی. جنگو خودت شروع کردی تو گروهتون بذاری، مدارکشو گذاشتم، خودت خواستی. 1 ساعت پیش گفتم اگه بخوای صلح میکنی، من مشکلی ندارم، ولی 2 ماه منو دارین تو این باطلاق میکشیم پایین، دست شما رو میگیرم میکشم. تا الان سکوت کردم، دیگه سکوت نمیکنم. هر کسی میگفتم بریم ریپورت کنیم فلان کنیم این کارو اون کارو کنیم، گفتم بچه‌ها ما مثل اونا نیستیم نکنیم، که پیامم تو همین چنل خودمونیم هست که گفتم نکنیم. ولی وقتی خودت دارم بهت میگم بیا ساره چیز کن، میبینی نه خب الان فهمیدن که فلانه نمیتونم تریبونو از ساره بگیره، پس میاد میگه نه دیگه، پس منم اوکی، پس بریم بازی باشه، بازی. خب میرسیم به قسمت بعدی. توی این قسمت صحبت‌های شاهین راجع به سودا و امیر رو ببینیم. بزن بریم ببینیم که چرا امیر و سودا اینقدر این قسمت به شما زدن و گفتن چرا شما دنبال پول اومدید و فلان. من فکر کنم اینا دنبال اومده بودن برای عشق دیگه، درسته جفتشون؟ پس چرا الان با هم نیستن؟ پس چرا شبی که برنامه تموم شد از همون شب به الان با هم نیستن؟ من نمیخوام خیلی چیزا رو صحبت کنم، همونجور که نسبت به خیلی کسای دیگه صحبت نکردم و نخواستم شخصیت منم مثل اونا باشه. اگه بعدم خوبم هر چی که اصلا شخصیت من همین بمونه، الانم نمیخوام صحبت کنم. فقط وقتی که یکی حرفی میزنه اول یه دقیقه فکر کن، بعد کامنت بذار، بعد بگو که فلانی چرا اینجوری گفت، چرا اونجوری گفت. خودت بیشتر بهتر متوجه هر داستانی میشی. اونا برای عشق اومده بودن، ما برای پول، ولی در آخر ما با هم موندیم، اونا با هم نموندن و هزار تا داستان دیگه. با وجود اینکه این همه داره میاد بی‌احترامی میکنه، بی‌ادبی میکنه، بازم دنبال ویو هستش، نمیره بالا، هر چی زور میزنه نمیره بالا و دنبال همین میگرده. منم به اینا ویو نمیدم، اینم به خاطری که خیلی سوال شده بود از این داستان، اومدم بگم ولش کن، زر مفت بذار بزنه تا جونش در بیاد، ببینیم تا کی بالاخره یه جا بس میکنه دیگه، یه جا محتواشو سعی میکنه از شاهین و طناز بکشه بیرون. علی نگاه کن، بدبخت‌تر از این من ندیدم ها، یعنی بدبخت 2 عالمه. این همه نگاه کن، مثل چیه، کلا 1 دور با همه بچه‌ها رفاقت کرد، دید آقا ویو نگرفت، باز 1 دور به همه بچه‌ها زد، باز دید ویو نمیگیره، باز دوباره داره یه رفاقتای میچینه. از اون نگار که به اون میزد، کلا 1 هفته کشیده بود نگار به نگار میزد، بعد باز الان دوست شده و پست میذاره. این همه به محبود و ترانه زد، باز الان رفیق شد. دیوانه است، این چیزی نزده خله کلا به خدا. این دیوانه از هر چی بی‌مغز بود، کلا هر چی بی‌مغز راحت تره به خدا. این هر چی میگه شما بگید آره تو درست میگی، تاییدش کنید، نامردی نکنید. شماره 5 تعلق میگیره به صحبت‌های امیر توی لایوش که اومده راجع به رابطهش با سودا گفته و اینکه کی کات کردن، چه جوری بوده و چرا تو تولدش بوده اگه کات کردن، چی شد یهو از توی لب مهراد اومد بیرون و خلاصه از این صحبت‌ها راجع به این موضوع ریاکت نشون داده. بریم ببینیم چیا گفته. باید سرمون تو رابطه خودمون باشه. چرا؟ این استوری که این پایین میذارم، استوری که پارتنر سابقه بنده استوری کرده و در مورد یه سری رفتارهای من بعد از اینکه تولد من چی شده و چه کارهایی کردم کات کردیم، در حالی که من فکر میکنم دقیقا 1 هفته بعد از اینکه برنامه اومدیم بیرون به صورت رسمی و به صورت کاملا یک طرفه کات کردم و حالا هر کسی هر چیزی که دوست داره الان میتونه بیان کنه بکنه. من توی استوریای خودم، توی لایو های خودم هر سوالی در مورد اینکه چرا کات کردین میپرسم، میگم که اگه دوست داشتن، مایل بودن خانم سودا بیان با هم دیگه یه لایو مشترک بذاریم و دلایلمون رو بگیم. ولی خب وقتی میبینم الان توی رابطه هستن و به روابط خودشون نمیپردازن و تمرکزشون توی روابط گذشتهشون بوده و الان در مورد اونا دارن استوری میذارن، فکر میکنم که نتیجه مطلوبی نداره صحبت کردن. و اگه ویدیویی، اگه استوری ما با هم گذاشتیم برای تولد و هر چیزی، اون موقع اصلا ما کاپل نبودیم و صرفا فقط به خاطر اینکه برنامه اسپویل نشه خانم سودا اصرار داشتن که این ویدیوها رو بگیریم اسپویل نشه برنامه و استوری ها رو بذاریم، وگرنه من هیچ کدوم اینا رو نمیخواستم و تمام چتامون هم هست، میتونم اینا رو ادعا داریم، میتونیم با مدرک اعلام کنیم که صحبتایی بوده که خود خانم سودا دوست داشتن که این استوری ها و ویدیوها رو بذاریم و مردم دوست دارن کاپل بودن ما رو ببینن. خلاصه خواستم در جریان باشید که ما
خیلی قبل از تولد از هم جدا شده بودیم. این که الان میگن من کاری کردم توی تولدم و این رفتارها اتفاق افتاد باعث شد، برای ایشون شاید تموم نشده بود، ولی من تماما تمامش کرده بودم و هیچ تماسی با این خانم نداشتم و هر چیزی بین ما بود تموم شده بود. اگه بگه نه در اوج نامردی و بی‌انصافیه، به خاطر اینکه خودشون دقیقاً یادشون هست. خودشون هم اگه یادشون نباشه، مهراد جان عزیز، ما آخرین باری که با هم دیگه خونه مهراد بودیم و مهراد یادش هست چه اتفاقاتی افتاد. و از همه مهمتر اینکه سند و مدرک همه چتامون هم هستش که ببینیم من کی با این خانم تموم کردم و ارتباطم دیگه با ایشون صفر کردم. من طبق معمول دوستتون دارم. توی این لایو یه چیزای عجیب غریبی دیده میشه. این که وقتی علی و زهرا از برنامه رفتن اصلا محدثه رو نمیشناختن و توی این لایو میبینیم که علی و زهرا دارن میگن محدثه با اومد پیشمون، که بعد زهرا میاد میگه که تایمو اشتباه کردین. خودتون ببینید. من بس نمیشد هر کاری میکردیم. بعد میگفتم خب دیگه حالا رفتیم خونه تا 6 صبح هم دیگه محدثه هم اومده اتفاقا اونجا ما با هم دیگه غذا تا صبح سفارش دادیم خوردیم. همون روزی که محدثه هم به ما چیزشو گرفتیم دیگه، شارژر محدثه رو دیگه هر روز دستمه. نه دیگه علی جاها رو تایما رو قاطی کرده، حواسش نیست. چرا دیگه حواسم هست، چرا حواسم خوب هست. زهرا جون بذار یه چیزی بگم، دندونام قشنگ هست. یه لایکی توی این آیتم میپردازیم به یه قسمت از لایو علی که در مورد سیا صحبت میکنه و میگه که تو LGBT هستی و همجنسگرایی و حالا اینا که جلوتر من اصلا بیشتر راجعش حرف نمیزنم چون هی باید قورباغه بذارم و من خیلی آدم قورباغه‌ای نیستم. خودتون ببینید جلوتر براتون میذارم. و سیاوش ریاکت نشون میده و میگه من اون آدمه‌ای که تو فکر میکنی نیستم. آدمه اگه بخواد این کارو بکنه که این آدمه نمیشه و داستان به این شکله. و خلاصا خودتون ببینید ریاکتشو. و دوباره ریاکت علی رو ببینیم راجع به کلمه و اسمی که سیاوش در داخل ریاکتش میگه و جالبه. سیاوش دهن شانه واقعا. اینجا ببین میگه رابطه‌شون رو باید به ما نشون بده. آخه مشکل چی داری تو بچه جون؟ برو دنبال یه رابطه. تو رابطه خودت رو نمیتونی درست نگه داری. بعد مشکلت اینه که من سخت پارتنرمو بغل نمیکنم. چی ناراحت شدی؟ نکنی ناراحت از اینی که تو رو بغلت نمیکنم سیاوش؟ نکنی دوست داری تو رو بغل کنم. سیاوش اگه دوست داری تو رو بغل کنم بهم بگو. همین الانم میام بغلت میکنم. ما زمان نمیفهمیدیم این آقا چرا با شورت هفتیه. این اسم شورت چیه؟ اینجوریا لامبادا. به جون مادرم دارم بهت میگم یه خاطره برات تعریف کنم. مسئولای لباس میمدن بالا به من گفتن که لباساتونی که انتخاب کردید رو بپوشید. سیاوش یه جوری با اون شورت دودولش هم مینداخت بیرون. زنا دو سه تا دختر تر لباس اینجوری میکردن میرفتن پایین. ما که نمیدونستیم آقا این بچه غریزش چیه که. نگو دخترا هم مثل پسرا میدیده. جلو ما چونو مینداخت بیرون. طلاق موهاش هم فکر کرده اینجوری میکرد. علی میتونم لوسیون تو بزنم؟ آره سیاوش جون بزن. لوسیان نه اما بزن. میخوایی رابطه منو ببینی؟ اصلا دوست داری منو با هم رابطه داشته باشیم. با سیاوش نمیشه فایت کرد و این بده. با سیاوش خجالت بکشید به خودتون میاد. سیاوش چونیه شبا سیاوش با شورت اون یه شورت چیز داشت ای پلنگی ها. شباش میاد تو ذهنم چشام باز میکردم میدم اینجوری پلنگی تلاخ داره میره سمت دستشویی. چونی درست را برو. اولا که علی کیه؟ اگه منظورتون بنیامین پاکزاده که باید اینجوری راجبش حرف بزنم که ببین وقتی یه آدمی پاشو میذاره توی یه برنامه‌ای و اینقدر شروع میکنه من اینم من اونم من خفنم من اینجوریم من اونجوریم و این داستانا، اگه یه آدمی تو زندگیش هدف داشته باشه یه چیزی رو به دست آورده باشه بعد از اینکه مخاطبم گرفته باشه میره سراغ این که اون مخاطبش رو قشنگ دست بگیره استفاده کنه بهش چیزای خوب نشون بده. من تو گروه پرسیدم تو همین چنل که آیا من یه ویدیو بسازم واسه من همین الان یه اسمی بردم که خب نشون میده اون خودش میدونه که من با بردن این اسم تا چه حد تا چیا میدونم و دهنم چقدر میتونه باز شه. آقا بنیامین پاکزاد خودمم از این نیست که اسکی نره. راجع به بنیامین پاکزاد بخوام صحبت کنم اسم و فامیل من توی سازمان ملل
پناهنده‌ام. از زمانی که از کشورم خارج شدم تصمیم بر این گرفتم که اسم و فامیل خودم رو با خواسته خودم عوض کنم و چون قدرت این کار رو داشتم این کار رو انجام دادم. سیاوش گوت. خب بریم سراغ آیتم بعدی که یه آیتم جنجالیه که گویا یک سری زارتان زورتان ها و روابط پنهانی وجود داشته. از تیکه هایی که در داخل برنامه بوده مشاهده میشه در مورد تناز و شاهین که خودتون ببینید. من قضاوتی نمی کنم، تنها این که صحبت هاییه که تو خود ویدیو شده و اینکه بابا برگام داشت خودتون دیگه ببینید. پس شما نگفتید اون کاپلی که با هم نخوابیدن حالا یه لحظه؟ آره من مجبورم بیام دختر مردم بردارم ببرم دنبال دوربین. کجا نیست من با این دختره برم یه دفعه بیام بعد بیام بالا تو اتاق پسرا بگم من که کارم شد. من مثل تو نیستم، من شرف دارم. من شرف دارم. 11 روز پیش تناز و شاهین اونجا با هم میخوابیدن و هزار تا روابط احساسی با هم دیگه درست میکردن. اصلا چه نقشی بازی می‌کرد خواب تو بغل یه نفر دیگه نقش اونم دیگه فلان بسن مگه میشه نبودی پس نه به من میدونی چی گفت؟ یه جا دوربین نباشه ما بریم بیایم. داش یه سری چیزا من میدونم خب که بگم تشتکات میپره. چه نقشی؟ و تو بری با یه دختر یه کاری انجام بدی. من جلوشم گفتم دیروزم گفتم بیا اینجوری کنیم. من که کارمو کردم. چه نقشی داشت؟ ولی اینا خیلی کارا کردن که تناز دیگه نمیتونه جدا شه. خب بریم سراغ شماره 1، جدایی سفدا از مهراد. داستان چی بوده؟ یه سری استوری گذاشتن، اینا شب قبلش با هم لایو داشتن، بعد خیلی هم اوکی بودن و همه چی خوب بوده و اینا. بعد روز بعدش سفدا یه استوری میذاره که الان مشاهدهش میکنید، براتون میذارم ببینید که فالوورش اومدن براش گذاشتن که سفدا تو ناراحت نشدی مهراد رفتش پارتی بود. دیر شب توی لایو گفته بود فردا کار دارم و کارش این بود بره پارتی، اونم پارتی گودبای پارتی ترانه و با نگار 1 و نگار 2. اینا کسایی که تو باهاشون مشکل داشتی و خیلی رابطه خوب نیستش و اینا برات دردسر درست کرده بودن و اینجور داستانا. اونم اومده پیام فالووراشو گذاشته و نوشته که من اصلا نمیدونستم، الان از پیام‌های شما و فیلم‌هایی که شما برای من ریپلای کردین فهمیدم و خیلی ناراحتم و حالا خودتون کاملشو دارین میبینین. و اینجا همه چی تموم میشه. و اینکه توی استوری دیگه همونطور که میبینین میگه که من ناراحتم که به خاطر ویو و لایک و فالوور و اینا با احساسات من بازی شده. از اون ورم مهراد ریاکت نشون میده بعد از استوری های سفدا که اینها رو گفته بوده، ریاکت نشون میده و حالا قبل از ریاکتش هم یه سری از استوری هایی که مربوط به پارتی بوده رو میذاره. و توی این استوری که الان دارین نگاه میکنین اومده گفته که این کار ایشون خیلی اشتباه بوده، حرمت رو نگه نداشته. من از سه‌شنبه و چهارشنبه هیچ گونه تعهدی به ایشون نداشتم، اگه تعهد داشتم جواب تلفن رو میدادم، پس به هیچ کس رفتن من به پارتی ارتباط نداره. یعنی خب گفته که من از سه‌شنبه چهارشنبه کلا سینگل بودنم و بهشون گفتم، ولی چون ایشون خواستن کم کم رابطمون کم بشه دیگه رابطمون رو کم کردیم. من یه سوالی اینجا برام پیش میاد، نمیخواستم ریاکت نشون بدم ولی جوریه که نمیشه ریاکت نشون نداد. من طرف کسی نیستم و این نظر شخصی خودمه و اینکه حالا نمیتونم ریاکت نشون ندم، دارم دیوونه میشم. ولی یه سوال دارم، آقا شما اگه سه‌شنبه چهارشنبه با هم کات کردین، این لایوهای شب قبلش چیه؟ استوری که میکنید لایو 4 نفره رو گذاشته، یکی از فالووران نوشته خانواده 4 نفره تو استوری خود مهراد که هنوزم استوری هست، این داستانش چیه؟ اگه مثلا شما قبلا کات کردین این استوریا چیه؟ آه ببین اینجا چی دارم میبینم، این استوریه بود که مهراد گذاشته بود، حذفش کرده، همون که نوشته بودش که سه‌شنبه و چهارشنبه کات کردم، قنای کم پیش بهتون گفتم، برداشته اونو حذف کرده. خب آخه دیگه اینقدرم تابلو بود دیگه، خداییش من نمیدونم اصلا چرا همچین چیزی رو گذاشته بود. تو اگه سه‌شنبه چهارشنبه کات کردی چجوری شب قبلش که میشه یک شنبه یعنی هفته بعد که میشده اومدی لایو گذاشتی؟ اینجاست که میگه آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. خب ترانه هم اومده یه ریاکتی نشون داده نسبت به
اینکه مهراد رفته پارتی و جدا شدن و اینا که اینو میذارم الان ببینید خودتون جلوتر. و اینکه الان یه احتمال دیگه ای هم که از نظر شخصی من وجود داره اینه که یا رابطه کلا فیک بوده همونطور که گفتم، یا اینکه از طرف سودا فیک نبوده و مهراد برای مطرح شدن و دیده شدن وارد این رابطه شده و این نظر شخصی منه. بریم ریاکت ترانه رو هم ببینیم. بچه‌ها ما دیشب پارتی داشتیم دیگه، پارتی گروپ پارتی داشتیم با محبوب و اینکه چون از استانبول می‌ایم یه مهمونی گرفتیم، همه دوستان دعوت کردیم و اینکه مهرادم خودش گفت و اومد پارتی ما و خیلی خوشحال می‌کرد و از هم مرسی ازش که همیشه پشت ما بوده و هوای ما رو داشته. ما خیلی دوستش داریم، خیلی پسر خوبیه. فقط دیشب دیدیم که ترکی یعنی توی ارتباط بوده، توی رابطه بوده، سودا ناراحت شده از اینکه اومده پارتی پیش ما. آخه من نمی‌فهمم برای چی باید ناراحت بشه وقتی ایشون باهاش کات کرده بوده، یعنی طبق گفتگوهای خودش باهاش کات کرده بوده. چی درباره من هیت کوچر کیهان پارسال جی پای داستان با ریحان پارسا همش دنبال ای بای ماستا بذاره تو پیجای فیک های اینستا تک لک برو عقب نکچک دور و ورم تک تکتون حسودین هشتگ کوس ننه همه چی خفن همه تو کفن می خب دوستای من، رفیقای همراه تاپ 10، امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته بوده باشید. بله، امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه. ببین اگه منو سابسکرایب کنی خیلی خوشحال میشم، نکردی هم فدای سرت عزیزم. هر وقت دوست داشتی بیا نگاه کن برنامه‌مونو. ولی خب بخش ما فقط بخش حواشی و سبزی پاک کردن و اینا نیستش، بخش خاله زنکی فقط نیست، این یه بخششه. آقا ما آموزش داریم، چیزای جالب داریم. بیا سابسکرایب کن، مطمئن باش چیزای خوبی داری، چیزایی که همیشه تو اینستاگرام میزنی سیو بشه یه موقع ببینی. ما 10 تا شو چیزای باحالشو جدا کردیم اینجا براتون میذاریم. حمایت کنید، خوشحال میشیم، لطفاً حمایت کنید. دوستتون دارم. تا سبزی پاک کردن های دیگه، تا خاله زنک بازی های دیگه، بدرود.